میدونستی تمام لوگوهای معروفی که توی دور و برت میبینی از اپل گرفته تا استارباکس همشون توی محیطی طراحی شدن که امروز قراره با هم نصبش کنیم. ایلاستریتور غول دنیای وکتوره و یکی از قدرتمندترین نرم افزارهاییه که باهاشون میشه طراحی کرد. شاید محیطش برای خیلی گیج کننده باشه، ولی امروز قراره از صفر از نصبش تا پنل های مختلف براتون توضیح بدم. پنل هایی که واقعا بهشون نیاز داری، مثل حالا آرت بوردهاش، زوم هاش، توضیحات اولیه هستش. اگر میخوای ایلاستریتور رو یاد بگیری و مثل حرفه‌ای‌ها باش کار کنی، این ویدیو برای توه. سلام و درود رفقا، من سودا گل محمدی ام، مدرس بخش گرافیکی اینوه. خوش اومدید به اولین قسمت آموزش دوره نرم افزار ایلاستریتور. خیلی خوب دوستان، بعد اینکه ما نرم افزار رو دانلود کردیم و ستاپش رو باز کردیم، با این پنجره با ما مواجه میشیم. توی بخش لنگویج ما میایم لنگویج رو روی انگلیش ید عمل عربی میذاریم برای اینکه ما میخوایم فونت های فارسیمون رو هم پشتیبانی بکنه و قسمت لوکیشن رو هم ما میذاریم روی دیفالت لوکیشن. مسیرش رو من تغییر نمیدم، ولی شما میتونید مسیر دلخواهتون رو انتخاب کنید. کنتینیو رو میزنیم. توی این مسیری که حالا نرم افزارمون داره نصب میشه، من یه توضیح در مورد ایلاستریتور بگم که ایلاستریتور رو شما میتونید، شاید خیلی واسه طراحی لوگو میشناسن، ولی ما میتونیم توی این نرم افزار حالا پوستر دارید، بروشور دارید، نمیدونم کاتالوگ دارید و حتی خیلی بنرها و طرحهای خیلی بزرگ مثل بنر استند بیلبورد، ابعادش خیلی بزرگه، میتونیم اینا رو هم ما توی این نرم افزار دیزاین کنیم. خب نرم افزارمون نصب شد. الان شما میتونید از بخش ویندوز اگر کلیک کنید، باید نرم افزارتون رو اینجا بیاره. روش کلیک میکنید و نرم افزار واسهتون بالا میاد. خیلی خب، نرم افزار واسمون اجرا شد. ما توی این بخش، چون حالا نرم افزار رو دفعه اوله که من دارم نصب و اجرا میکنم، اینجا هیچ المانی نشون نمیده، چون ما نرم افزار رو دفعه اولی که نصب و اجرا میکنیم. توی این قسمت گزینه‌های دیگر رو نمیاره. حالا توی بخشای بعدی که این قسمت ها رو میاره واسهتون توضیح میدم. من میام توی قسمت نیو میخوام واسهتون توضیح بدم. کرییت نیو رو که میزنید واسهتون یک پنجره باز میکنه که توی قسمت بالا ریسنت پروژه‌ای که قبلا باز کردید، پروژه‌ای که سیو شده، موبایل، وب، پرینت که با بقیه خیلی کاری نداریم. ما میایم توی قسمت پرینت. اگر بخوام واسهتون توضیح بدم، A4 و سایزهای استاندارد جهانی رو واسهتون آورده و اگر بخوایم خودمون یک پروژه جدید ایجاد کنیم، قسمت سمت راست پنل رو واسهتون توضیح میدم. قسمت بالایی رو من حالا هر اسمی که میخواین میتونید واسه پروژهتون بذارید. من میذارم قسمت اول مثلا. قسمت پایین عرض و ارتفاع کار رو میتونید تنظیم کنید و اگر شاید بپرسید که من میتونم واحد رو تغییر بدم، بله، توی قسمت واحدها، یونیت ها، چندین واحد رو دارید، متر، سانتی متر، حالا بقیه استانداردهای جهانی رو هم میتونید اینجا انتخاب کنید. مثلا پیکسله من میذارم توی 21 یک مربع انتخاب کنم، 20. اینجا حالتهای عمودی و افقیش رو میتونید تنظیم کنید، چون واسه ما مربع است تغییر خاصی نمیکنه. تعداد آرت بورد ها رو میتونید اضافه کنید. من میخوام 2 تا 3 تا آرت بورد 20 در 20 واسم بسازه. میایم به قسمت کالر مود ها. کالر مود ها چیه؟ CMYK و ما RGB رو داریم. شما اگر پروژه‌ای دارید که قراره چاپش کنید، حتما گزینه‌تون رو روی بخش CMYK باید بذارید که رنگ‌های مخصوص چاپ رو واسهتون بیاره. در غیر این صورت از گزینه RGB استفاده می‌کنیم. گزینه RGB رو انتخاب میکنیم. میرسیم به بخش رزولوشن ها که واحد رزولوشن هامون هم PPI هستش. PPI به معنی پیکسل پر اینچ هستش، یعنی ما توی هر اینچ چقدر پیکسل داریم، 300 پیکسل، 150، 72. شما میتونید این رو به صورت دستی هم تنظیم کنید، ولی استانداردهاش 300، 150 و 72 هستش. یه توضیح هم بدم که اگر کارهاتون مثل کارهای دیجیتال، کارهایی که توی مانیتور قراره نمایش داده بشه و کارهای چاپی کوچیک مثل کارت ویزیت، ست اداری هستش، رزولوشنتون رو حتما روی 300 قرار بدید. ولی اگر کارتون مثلا میره تو سایز بنر استند، پیشنهادم اینه که روی 150 بذارید. 72 هم میتونید، ولی 150 کیفیتش بیشتره. ولی اگر کارتون میره توی سایز خیلی بزرگتر مثل بیلبوردهایی که توی شهر نصب میشه و
اینجوری بگم که سایزش بیشتر از 2 در 3 متر باشه، حتما رزولوشنتون رو روی 72 بذارید. خب این صفحه برامون باز شد. شاید الان به نظرتون یک صفحه خیلی شلوغ و خیلی گیج کننده باشه، ولی نه، اینطور نیست. الان من یه چند تا توضیح اولیه بدم در مورد کار. شاید شما بعضی از سالا این گزینه ها رو نداشته باشید، ولی با هم دیگه الان فعالش میکنیم. این سه تا آرت بورد که واسمون ایجاد شد رو میتونید، قسمت آرت بورد رو داریم. اگر روی این کلیک کنید این گزینه ها واسهتون فعال میشه و میتونید با بک اسپیس آرت بورد هایی که میخواین رو پاک کنید. خب این آرت بوردی که داریم، من الان میخوام یک آرت بورد دیگه ای هم ایجاد کنم، ولی هیچ گزینه ای ندارم. برای اینکه گزینه هاتون رو فعال کنید میایم به بخش ویندوز و کنترل رو بزنید. ببینید این بخشا براتون فعال شدن و گزینه دیگه که خیلی واسمون مهمه اینه که ورک اسپیس های مختلف که آماده داره ایلاستریتور رو هم براتون میتونیم شخصی سازی کنیم. روی این قسمت، روی این آیکون کلیک میکنیم و روی هر کدوم که کلیک کنید، مثلا پیتین رو که بزنم میاره قسمت راست رو واسهتون میچینه، مخصوص این که رنگامیزی کنید، کاراکتر دیزاین کنید به این شکل. گزینه دیگه که براتون اگر بخوام، میگه میخواید تایپوگرافی کنی، مسئله این نیست، روی این گزینه کلیک کن، همه چیزایی که واسه تایپوگرافی نیاز هستش من واسه اینجا چیدم، به صورت آماده میتونی استفاده کنی. اصلی ترین گزینه‌ای که ما استفاده میکنیم استنشل کلاسیک هستش که میتونید شما این رو شخصی سازی هم بکنید. از کدوم قسمت همه اینها رو واسهتون توضیح میدم. آرت بورد ها رو ما کامل کنیم و بریم سراغ بقیه پنل هامون. من میخوام آرت بوردم رو اضافه کنم، یک آرت بورد جدید هم داشته باشم توی همین سایز، همین اندازه. روی گزینه آرت بورد من کلیک میکنم، درگ، دراپ و گزینه آلت رو فشار میدم. ببینید این منظم نیست، ولی اگر میخوایم توی خط صاف باشه شیفت رو هم بگیری توی یک زاویه واسط کپی میکنم. همین عمل رو تکرار کنی، میتونی حالا بالا هم ببری، فرقی نمیکنه، توی هر چه سایزی که بخوای. من کنترل زد رو میزنم شلوغ نشه. من میخوام سایزش رو عوض کنم، این سایزی نمیخوام، نه، کپی پیستش میکنی بازم به همین شکل. میتونی از قسمت عرض و ارتفاع عوض کنی. من مثلا میخوام عرضش بشه 15، ارتفاعش بشه مثلا 18. به این صورت میتونی دستی عوضش کنی، ولی اگر بخوای ابعادی داشته باشه، ابعاد استاندارد رو انتخاب کنی، از بخش کاستوم میای انتخاب میکنی، تمامی ابعادهایی که به صورت آماده هست اینجا واسط گذاشته. مثلا A4 بخوای، A3 بخوای، B5 بخوای، حتی واسه مانیتورها آیفون X بخوای، واسط به صورت آماده میاره. این رو من بازم اینو پاک کنم، با بک اسپیس یا دلت میتونی پاکش کنی. گزینه مثبت رو که کنارش میبینی، مثبت رو بزنی همون رو واسط کپی میکنه توی هر چقدر که بخوای. میایم به بخش پایین صفحمون. من اینو بازم یه کپی بگیرم. توی صفحه پایین یک گزینه میبینی که 1 و 2 رو نشون میده. روی هر کدومش که کلیک کنی واسط میاره که الان توی کدوم آرت بورد هستیم و کنار این یک گزینه درصد هستش که مربوط به زوم آرت بورد هست. این رو که ببینی یه عدد عجیب غریبی رو میبینی، 64,000%. این الان من اینو انتخاب کنم، درصد زومش هستش. 64,000% رو انتخاب میکنم، زوم میشه و یک گزینه به اسم نویگیتور داریم که آرت بوردمون رو نشون میده که توی چه وضعیتی هستش. توی اینجا یک دایره شما کوچیک میبینید، مربع قرمز رنگ رو میبینید که نشون میده که الان چه اندازه زوم شده، یعنی قدرت نرم افزار رو نشون میده ها، که ببینید تا چند درصد میتونه این نرم افزار رو زوم کنه واسهتون. کنترل 0 رو میزنیم، زومات میشه. روش های دیگه زومی که میتونید بکنید اینه که میایین از قسمت تول ها گزینه زوم رو انتخاب میکنید، هر کلیکی که بکنید زوم میشه. ولی گزینه های دیگه هم داریم، مثل این که از روی کیبورد هم میتونید شما زوم اوت کنید. کنترل رو میگیرید، گزینه کنترل رو
و از قسمت کیبورد گزینه منفی رو بزنید زوم آت میشه، گزینه مثبت رو بزنید زوم این میشه. ولی فقط اینه نیست، یک روش دیگه هم واسه زوم کردن راحت داریم که اگه دستتون عادت کنه همیشه از این روش استفاده خواهید کرد. اونم اینه که کنترل و اسپیس رو میگیرید، کلیک چپ میکنید، درگ، زوم این، زوم آت، یعنی بکشید به قسمت بیرون و داخل، خیلی راحت زوم میشه که همه دیزاینرها از این روش اکثرا استفاده میکنن چون راحت ترین بخشه. میرسیم به بخش تول هامون، ابزارهامون که چه ابزارهایی رو داریم ما اینجا. همه ابزارها رو اینجا نشون میده ولی این قسمت هم بازم قابل ادیت هستش. وقتی این قسمت فعال نیست شما نمیتونی این ابزارها رو تکون بدی، ولی وقتی قسمت 3 نقطه رو میزنی این ابزارها ببین قابل ادیت میشه واسط. من میخوام جاشو عوض کنم، سلکشن تون رو میذارم میارم اینجا، یا نه من میخوام اینا به صورت گروه بندی کنم، رفت توی زیر مجموعه های این، نه رفت روی زیر مجموعه های این، و میتونی از این قسمت همشون رو تنظیم کنی. ولی نه مثلا دستت خورده پاک شده، میای از این قسمت ریست رو میزنی، مثلا من اینو بردم زیر گروه اون کردم ولی نه نمیخواستم، از این قسمت ریست رو بزنی همشون برمیگردن به حالت اولیه. ممکنه خیلی از ابزارها وجود داشته باشه، ورک اسپیسمون اینها رو نداشته باشه. من میتونم همه این ابزارها رو بیام از قسمت ویندو فعال کنم. مثلا شما ممکنه همون نویگیتوری که گفتم رو نداشته باشید ولی از اینجا میتونید اضافه کنید. میایم به مثلا من میخوام تایپ رو اضافه کنم، کلیک میکنم توی تایپ، آورد، اینو درگ دراپ کنید، میتونید بیارید قسمت راست، وقتی آبی شد ولش کنید. توی این قسمت اگر دقت کنید قسمت بندی شده با خطهای مختلف، خطهای راست جدا شده ولی بعضیاشون ما بینشون خطایی ندارن. این نشون میده که اینا توی یک خانواده هستن. مثلا من قسمت تایپ رو اگه بخوام بکشم 3 تا گزینه داره که اینا رو توی قسمت‌های بعد همشون رو به صورت باز شده واسهتون توضیح میدم. اینا به صورت خلاصه قسمت‌های ابزارهامون، ورک اسپیس هامون، کنترل صفحه هامون. یک موردی هم بگم و کار رو تموم کنیم، حالت سیومونه که ما چطوری میتونیم یک آرت بوردی که ایجاد کردیم، پروژه رو که ایجاد کردیم سیوش کنیم به صورت لایه باز. من میخوام این صفحه رو به صورت لایه باز سیو کنم، یا میتونی از قسمت فایل گزینه سیو رو بزنی، یا میتونی روی کیبورد کنترل اس که توی همه نرم افزارها یکسانه، روش سیو توی اکثر نرم افزارهای ادوبی یکسانه، با اون روش سیو کنی. من میام مثلا توی دسکتاپ هم میخوام اینو به صورت لایه باز سیو کنم. گزینه سیو رو من انتخاب میکنم، به صورت فایل ایلاستریتور و با پسوند AI سیو شد. ولی من میخوام این طرح هم رو به صورت عکس هم سیو کنم. میام گزینه فایل رو انتخاب میکنم، اکسپورت و اکسپورت از، و توی سیو از تایپ ما میایم روی میتونیم JPEG بذاریم، PNG بذاریم، SVG بذاریم، تمام فرمت هایی که مورد نیازتون باشه اینجا رو میتونید پیدا کنید. JPEG الان ببینید ما توی این قسمت یه دونه گزینه یوز آرت بورد داریم. اگر من این رو نزنم میاد تمام آرت بورد ها رو واسم به صورت پیوسته کپی میکنه، یعنی اینجوری نیست که تک به تک. صبر کنید یه دونه هم فایل ایجاد کنم اینجا. قسمت فایل، اکسپورت و اکسپورت از رو انتخاب میکنم. اگر این قسمت رو نزنم و کپی بگیرم، یک کپی بگیرم که با نمونه بتونید ببینید، من اکسپورت رو میزنم و رزولوشن رو روی 300 بذارم. بدون در نظر گرفتن آرت بورد اومد واسه همون یه دونه خروجی کامپلت گرفت از صفحمون، آرت بورد ها رو جدا نکرد. ولی نه، من میخوام فقط آرت بورد شماره 1 هم رو واسم اکسپورت بگیری. قسمت فایل، اکسپورت از، این گزینه رو انتخاب میکنم. یه گزینه داریم به اسم اول و رنج. من میام رنج رو انتخاب میکنم که من فقط آرت بورد 1 رو میخوام واسم اکسپورت بگیری. بازم مراحل قبلی اگر ببینید فقط آرت بورد شماره 1 رو واسم کپی گرفت، واسم اکسپورت گرفت. خروجی هم گرفتیم، هم به صورت لایه باز هم به صورت عکس. این قسمت تموم شد.
و این قسمت از آموزشمون هم تموم شد، ولی توی قسمت‌های بعد قراره به صورت خیلی پیشرفته تر و موشکافانه تر واسهتون توضیح بدم قسمت‌های لایه‌ها رو، اینکه چطوری بتونید یک طرحی رو ایجاد کنید، ایزوله کنید، ماسک کنید و خیلی جزئیات بیشتر رو. حتما همراه ما باشید، لایک کنید، سابسکرایب کنید و چنلمون رو به دوستاتون هم معرفی کنید و پلیلیست ما رو هم داشته باشید، چون چنلمون خیلی به دردتون میخوره. فعلا بدرود.